یه مرد هیچ وقت بر اثر درد گریه نمیکنه. یه مرد یه چک بزنی ممکنه گریه نکنه، دستش بشکنه گریه نمیکنه. آثار فیزیکی و بیرونی سبب نمیشه که اشکش در بیاد. من یادم حتی توی مراسم پدرم هم گریه نکردم، ولی یه جایی توی نتورک مارکتینگ انقدر بهم فشار اومد. سوپرستار حامد سلمانی اومده بود اهواز، یادم اون موقع تازه بنزشو خریده بود. نشستم تو ماشین بدون مقدمه یهو بغضم ترکید، گریه کردم از شدت فشار مالی و هر مدل فشاری که تو فکرشو بکنی. زد رو شونم گفت خوبه واسط گریه کردن، گریه کن. و اونجا من عصبی شدم از دستش. انتظار داشتم چون که اولین بارم بود جلو کسی گریه میکردم یه واکنشی دیگه ببینم، ولی خب گذشت. و در آخر قلمرو پادشاهی ما به وسعت دنیا. وقتی چرایی داشته باشید 99% تمرکزتون رو میذاره رو هدفاتون، میذاره رو چیزایی که دوست دارید، آرزوهاتون، رویاهاتون، چگونگی به وجود میاد. آقا تولد داریم، چه تولدی؟ آقا سفیریه کیان منتور همین امسال پیش میشه. شباب صفقه من میخوام آرزو کنم هیچ که تو جورجیا نتونه شبکه شما رو بگیره.